ضمن برگزار نمودن چوربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 42 ساله ساکن شهر خوجند 21 نوامبر سال 2023 تخمینا ساعت 16:40 هنگام در نزد ورزشگاه لوچین کوچه سیردریای شهر خوجند قرار داشتنش با مرد 50 ساله ساکن شهر گلستان به یگان اساس جنگ و جنجال نموده با کارد به شکمش 2 مراتب زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 102 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه مرد 31 ساله ساکن نویه تیمور ملک مراجعت نموده است که از ماه ایون تا ماه آگوست سال 2023 مردان 35 و 37 ساله ساکنان شهر دوشنبه هنگام در شهر وحدت قرار داشتنش با روی فریب به باوریش در آمده از او 10 عدد افت های گوناگون تمغه را به مبلغ 1,800,000 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیدند. اوید بین الدسه سنجش ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چوربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن نویه جبار رسولوف با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده 23 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 13:30 در حدود نویه جبار رسولوف با روی فریب به باوری زن 46 ساله ساکن نویه مذکور در آمده با بهانه پسرش را از خدمت حربی آزاد نمودند 50,000 سومانی گرفته به احتیاجاتش صرف نموده است. این چنین ضمن برگزار نمودن چوربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 34 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده ماه آگوست سال 2022 در نزد مغازه فروش مسائل ساختمانی واقع در کوچه محمد علی با روی فریب به باوری مرد 39 ساله ساکن پایتخت در آمده از او 40,000 سومانی گرفته وعده داده است که حجت‌های خانه استقامتش را در مدت کوتاه به پرگی آماده کرده می‌دهد، اما وعده‌اش را اجرا نکرده مبلغ‌های مذکور را به منفعت شخصیش صرف نموده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه شهر توس عریضه زن 27 ساله ساکن همین نویه وارد گردید که 20 اکتبر سال 2023 شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده جواهرات گوناگون طلایی و نقره‌گیر را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 5,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چوربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را جوان 23 ساله ساکن نویه 5 که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده صادر نموده است. اوید بین الدسه تفتیشات ادامه دارد.